اومد جلو. برزین یه نگاهی کرد، رکیب فرامرز اون یال برز نگاه کرد با تیغ و چنگال و گرز، رفت تو شک. گفت ببینم تو کی هستی؟ چنین داد پاسخ که من رستمم. گفت اون مردی که دیروز با هم جنگیدیم همون مرد کو دیز پیشنبه رفت دیروز. چرا نیومد؟ گفت من همونم، اما اخلاق من اینه، من یه روز میخورم، یه روز میجنگم، یه روز میخوابم. حالا اومدم با تو جواب دو ضربته بدم. چرا نقاب زدی امروز؟ گفت آفتاب چشمام اذیت میکنه، من 2 ضربه به تو بدهکارم. سپر فراخ دامن آوردن، فرامرز رفت زیر داگره سپر. ببینیم بخت و اقبال با کی یاری میکنه. رستمن اینطوری نشسته اما تو چادر نگاه میکنه، دل رستم داره میزنه. اگه ضربه اول برزو بیاد رو سپر فرامرز، بازوهای فرامرز اینطوری بشه، سرش میره به گردن، گردنش میره به سینه، سینه میره به شکم، این فمر تاش میکنه. اما این بازوه که انقدر قدرت باید داشته باشه زیر اون گرز سنگین خم نشه. خم بشه کار تمومه.